بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. با سرخط خبرها آشنا گردید. تاجیکستان سزاوار جایزه بین المللی هاوارد شد. دولت اسلامی تاجیکستان را تهدید می کند. هفته‌نامه سمک برای اشتباه فنی 10,000 سومانی جریمه می پردازد. تاجیکستان نوروز را 6 روز جشن خواهد گرفت. تاجیکستان سزاوار جایزه بین المللی هاوارد شد. تاجیکستان از برای بهبودی شرایط سرمایه گذاری در رشته‌های صنعتی و راه اندازی بهترین ساختار همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی جایزه بین المللی هاوارد را دریافت کرده است. چنانچه از دفتر مطبوعات کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، این جایزه در نشست بین المللی همکاری های بخش های دولتی و خصوصی که هفته گذشته در کپنگاه پایتخت دانمارک یعنی دانیا برگزار شد به نماینده تاجیکستان تقدیم شده است. در این نشست نمایندگان تاجیکستان از نتایج عملکرد دولت در گسترش همکاری ها با بخش های خصوصی و بازرگانی در تاجیکستان گزارش دادند. در این نشست 300 نماینده از بخش‌های دولتی و خصوصی 54 کشور جهان شرکت کردند. درباره پیشروی بخش‌های گوناگون صاحبکاری، کارمند کمیته بختیار نظردینов به ما چنین اطلاع داد. نخستین فروم اقتصادی و سرمایه‌گذاری دوشنبه 2014 تحت عنوان صاحبکاری محرک اقتصادیات و دیگر چاره‌بینی‌ها در سمت بهسازی فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری گذرانیده شدند. معاون وزیر دفاع روسیه آناتولی آنتونوف در یک نشست خبری گفته است دولت اسلامی بیش از دیگر کشورها تاجیکستان را تهدید می کند. این هشداری سردار نظامی روس در حال صدا می دهد که حرف خطری تهدید دولت اسلامی به تاجیکستان از زبان برخی مقامات تاجیکستان نیز مطرح شده بود. کارشناس تاجیک خطر تهدید دولت اسلامی یا داعش را انکار نمی کند، اما به این باورند که نظامیان روس این تهدید را بزرگنمایی می کنند تا از آن سود بجویند. برخی از کارشناسان از آن فراتر می روند که تاکید می کنند که روسیه با بزرگنمایی خطر داعش می خواهد کنترل مرزی تاجیکستان و افغانستان را باز پس بگیرد. بخش دیگری برنامه ما خبر در یک سطر. فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان با پرداخت مبلغ تعیین شده برای جبران آسیب شهبال میرزایف سرباز مجروح شده یکی از پادگان‌های این نهاد مخالفت کرده است. نهادهای امنیتی ترکمنستان بیش از 80 کس را در شهر تجن با اتهام همکاری با گروه‌های افراطگرای دولتی اسلامی و طالبان بازداشت کردند. پلیس ولایت سوخت از افتتاح 6 پرونده برای بازجویی قضیه خرید و فروش خودروها با ارز خارجی در قلمرو ولایت خبر داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان 19 مارس با روشنفکران تاجیکستان ملاقات می‌کند. در این ملاقات اعضای اتفاق نویسندگان و چهره‌های فرهنگی علمی کشور دعوت شدند. برنامه را ادامه می دهیم. هفته‌نامه سمک برای اشتباه فنی 10,000 سومانی جریمه می پردازد. دادگاه ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه هفته‌نامه سمک را و کارمند شهباز نور را با دعوای اسکر حکیم 10,000 سومانی جریمه بسته است. این شاعر معروف تاجیک از هفته‌نامه سمک و شهباز نور برای مقاله زیایان به مشکل تاجیک و یا چرا زیایان در ملاقات با پرزیدنت تنها مدحیه می‌خوانند به دادگاه شکایت برده بود. در این باره صحبت داریم با جسور عبداللهیف، سردبیر هفته‌نامه سمک. درود به شما جناب عبداللهیف، لطفاً درباره قضیه دادگاه به جناب اسکر حکیم توضیحات بدهید. هفته‌نامه سمک و مؤلف مقاله به مقدار 10,000 سومانی جریمه کردیم. زینه اول سودی استالی نیت داریم که شکایت کاساتیونی کنیم. دلیل اصلی این شکایت در چیست؟ این بحث اصلا در اساس یک خطای تکنیکی روز داده است. خطا رو خودمون اصلاح کردیم. بعد از وی واکنش جوابی اسکر حکیم اومده است، ما جواب اسکر حکیم را چاپ کردیم. اسکر حکیم باز به سود مراجعت کرده است که ما فکر میکنیم این پورا غیر قانونی است و اصلا که جای بحث هم نیست. پس چرا کوشش نکردید با خود اسکر حکیم تماس بگیرید
و یا هنگام بررسی در دادگاه با او صحبت کنید؟ ما در سود از همون روز اول سود خواهش کرده بودیم که اسکر حکیم رو اقل یک مرتبه به مرافعه سودی دعوت کند، اما نوبسته به خواهش های چند کرته ما اسکر حکیم به سود حاضر نشد و با ما رو برو ملاقات نکرد و صحبت هم نکرد. و عموما روند بررسی پرونده را چگونه شرح می دهید؟ سود از روز اول یک جانبه و به منفیت اسکر حکیم کار میکرد، برای اینکه خواهش های و درخواست های ما را قریب که به نوبت نمیگرفت. سپاسگزارم جناب عبداللهیف. گفتنی است که این بحث سودی در زمینه یک خطای تکنیکی به میان آمده بود که هفته‌نامه پس از یک هفته برای راه دادن به خطای تکنیکی تحسیس داده آن را اصلاح کرده است. در مطلب مذکور ژورنالیست شهباز نور کلمه زیایی را در ناخوانه گرفته بود که از این اسکر حکیم خود را تحقیر شده حسابیده به دادگاه مراجعت کرد. تاجیکستان نوروز را 6 روز جشن خواهد گرفت. نوروز که همه سال روزهای 21 یا 22 مارت فرا می رسد، امسال در تاجیکستان 6 روز جشن گرفته خواهد شد. فدراسیون مستقل اتحادیه کسبه تاجیکستان از 21 تا 24 مارت را روزهای تعطیلی اعلام کرده است. مسئولین این نهاد میگویند از آنجایی که 21 و 22 مارت روزهای شنبه و یکشنبه هستند، 25 و 26 مارت نیز تعطیلی خوانده خواهد شد. در همینجا برنامه ما به پایان رسید. خدا یار و مددگارتان باد.